درود به دریمگذار پارسی خوش اومدید. توی این ویدیو میخوایم به تعبیر خواب مار سیاه بپردازیم و معانیش رو براتون بازگو کنیم و در ادامه هم به بررسی معمول ترین خوابهایی که مردم درش مار سیاه میبینن بپردازیم و معانیش رو برای شما بگیم. پس در این ویدیو با دریمگذار پارسی همراه باشید. مار سیاه در فرهنگ‌های گوناگون معانی متفاوتی داره. برای نمونه در خاورمیانه مار سیاه بیشتر به عنوان نمادی از خطر و فریب دیده میشه و در بیشتر داستان‌های کهنی که داره مار جونوریه که نماد فریبکاریه. در هند مارها به طور کلی جایگاه ویژه‌ای دارن و مار سیاه میتونه نماد توانمندی، نیروی کیهانی و حتی خرد باشه. در فرهنگ‌های غربی مار سیاه معمولاً به نمادی از تاریکی، مرگ و خطرات ناشناخته تعبیر میشه، در حالی که تو فرهنگ‌های آسیای شرقی مانند چین مارها نمادی از تغییر و دگرگونی و حکمت هستند. اما آیا مار سیاه در خواب نشانه خوبیه یا نشانه بدیه؟ دیدن مار سیاه تو خواب میتونه معانی دگرسانی داشته باشه که بسته به زمینه و جزئیات خواب و همچنین فرهنگ و تجربیات شخصی شما میتونه متفاوت باشه که در ادامه به معانی مثبت و منفی دیدن خواب مار سیاه میپردازیم. در مورد معانی منفی خواب مار سیاه یکیش ترس و نگرانیه. مار سیاه معمولاً به عنوان نمادی از ترس‌های پنهان و نگرانی‌های ژرف شناخته میشه. دیدن مار سیاه در خواب میتونه به معنای بودن تنش‌ها و اضطراب‌هایی باشه که در زندگی واقعی فرد وجود داره. یکی دیگر از معانی خطر و تهدیده که مار سیاه در واقع میتونه نمادی از خطرات و تهدیدات پنهانی باشه که شاید فرد باش روبروه. این خواب شاید هشداری برای مراقبت بیشتر در برابر تهدیدات احتمالی باشه. خیانت و فریب هم از دیگر معانی منفی مار سیاهه. مار سیاه در فرهنگ‌های مختلف نماد جانوری فریبکاره. دیدن مار سیاه در خواب میتونه به معنای بودن خیانت یا فریب در زندگی فرد باشه. شاید حتی این خیانت از جانب افرادی باشه که بهشون اعتماد دارید. اما در مورد معانی مثبتش باید گفت که مار سیاه میتونه نماد تحول و نمو شخصی باشه. مار به خاطر توانایی پوست اندازی نمادی از تغییر و تحوله. دیدن مار سیاه تو خواب میتونه نشونه ای از یک دوره تحول و نمو شخصی باشه که در زندگی شما در حال روی دادنه. مار سیاه همچنین میتونه نماد توانمندی دلیری باشه. این خواب شاید به شما یادآوری کنه که شما توانایی روبرویی با چالش‌ها و مشکلات دارید. مار سیاه همچنین به معنای درونیابی و دانش‌های پنهانه. مار سیاه میتونه نشانه ای از آغاز یک سفر درونی برای کشف خود و دانش پنهان خودتون باشه. این خواب ممکنه شما رو به سوی ژرف‌نگری و اندیشه بیشتر در مورد خودتون و زندگیتون راهنمایی کنه. اما با این معانی میتونیم نتیجه گیری کنیم که دیدن مار سیاه در خواب میتونه معانی گوناگونی داشته باشه که به زمینه خواب و تجربیات شخصی فرد بستگی داره. این خواب میتونه نشان دهنده ترس‌ها و نگرانی‌ها و خطرات و تهدیدات و همچنین فرصت‌های تحول و رشد شخصی باشه. برای دریافت بهتر معانی این خواب مهمه که به جزئیات و احساساتی که تو خواب تجربه کردیم توجه کنید و اونا رو با تجربیات و وضعیت کنونی زندگی خودتون مقایسه کنید. در ادامه به بررسی معمول ترین خوابهایی که مردم درش مار سیاه میبینن میپردازیم و معانیش رو میگیم. تعبیر خواب مار سیاه بزرگ. دیدن مار سیاه بزرگ در خواب نمادی پیچیده و چند وجهیه که میتونه تفسیرهای گوناگونی داشته باشه. این خواب شاید نشونه تغییرات ناخواسته و روبرویی با مسائل احساسی دشوار باشه. این وضعیت میتونه حس غرق شدن در برابر نیروهای بزرگتر از خود و ناتوانی در کنترل آینده یا احساسات نشون بده. همچنین این خواب میتونه بازتابی از مشکلات در برقراری روابط به دلیل احساس آسیب پذیری باشه. با این حال اگر تو زندگی واقعی احساس اضطراب دارید، دیدن مار سیاه بزرگ میتونه به معنای محافظت در برابر خطرات یا مشکلات باشه که به شما آزادی بیشتری برای بیان و شادی میده.
افزون بر این اگر مار بزرگ به دور تن شما پیچیده باشه شاید به معنی نیاز به کاوش و درک ژرف‌تر مشکلات در زندگی باشه. در مجموع دیدن مار سیاه بزرگ در خواب میتونه نمادی از تغییرات بزرگ، احساسات ناخوشایند و یا حتی محافظت در برابر مشکلات باشه. تعبیر خواب مار سیاه بی‌آزار. مار بی‌آزار میتونه نماد توانمندی درونی و صلح و رامش باشه و نشون بده که شما در رده‌ای از توانمندی و آرامش جای دارید. همچنین دیدن مار سیاه دوست در خواب ممکنه به معنای برخورداری از پشتیبانی افراد در مسیر آینده و رشد شخصی باشه. این خواب میتونه نشون دهنده آرامش و خرد و توانمندی درونی شما باشه که شما رو یاری میده تا بر چالش‌های زندگی چیره بشید و به پیروزی برسید. تعبیر خواب مار سیاهی که حمله میکنه. خواب حمله مار سیاه ممکنه نشون دهنده ترس‌ها و اضطرابایی باشه که شما در درون خودتون باهاش دست و پنجه نرم میکنید یا نیاز به مقابله باهاشون دارید. مار سیاه نماد اندوه، ترس و ناشناخته هاست، به ویژه در روبرویی با چالش‌های تازه و غیر قابل پیش بینی. این خواب شاید به شما این پیام رو میده که باید با ترس‌ها و مشکلات زندگیتون روبرو بشید و به دنبال راه حل‌هایی برای روبرویی باهاشون باشید. همچنین ممکنه این خواب نشون بده که شما نیاز به تغییر و رشد تو زندگیتون دارید و شما رو تشویق میکنه که به دنبال راههایی برای بهبود و نوسازی وضعیت کنونیتون باشید. تعبیر خواب مار سیاه در خانه. تعبیر خواب مار سیاه در خانه به طور خلاصه میتونه به معنای تجربه یک رویداد غیرمنتظره و ناگهانی باشه که احتمالاً ناخوشاینده. این رویداد میتونه به مشکلی برای یکی از اعضای خانواده اشاره کنه که در پایان به خوبی حل میشه. مار سیاه همچنین میتونه نماد تغییرات و نوسازی در زندگی باشه. بودن مار سیاه توی خونه شاید نشون دهنده اینه که شما نیاز به پذیرش یا حل و فصل چیزی پیش از حرکت به جلو دارید و در پایان این خواب میتونه به احساسات نهفته یا فشارهای درونی شما اشاره داشته باشه که نیاز به بررسی و درک بهتر دارن. تعبیر خواب کشتن مار سیاه میتونه به این معنا باشه که شما در حال روبرویی و پیروزی بر مشکلات و موانع خودتون در زندگی هستید. این خواب میتونه نشونه ای از توانایی شما در روبرویی با چالش‌ها و شکست دادن ترس‌ها و وسوسه‌ها باشه. کشتن مار سیاه میتونه به معنای پایان دادن به الگوها و باورهای قدیمی و ایجاد فضایی برای تغییرات مثبت و نوسازی تو زندگیتون باشه. همچنین این خواب شاید نشون دهنده رهایی از احساسات منفی و تاریک و دستیابی به توان و کنترل بیشتر بر زندگیتونه. خواب نیش زدن مار سیاه میتونه نماد مشکلات و تهدیدهای پنهان در زندگی واقعی شما باشه. ما را به طور کلی تو فرهنگ‌ها و اسطوره‌های گوناگون نماد خرد، باروری، قدرت و تحولن، اما همچنین میتونن نماد وسوسه، شر و دانش ممنوعه هم باشن. نیش زدن مار سیاه در خواب میتونه به معنای روبرویی با این نمادها و تجربه یک بحران معنوی یا یک چالش جدی باشه که نیازمند آگاهی و تجربه بیشتره. رنگ مشکی در خوابها معمولاً با رمز و راز و ترس و اندوه و تغییرات بزرگ مرتبطه. نیش زدن مار سیاه ممکنه بر این پایه نشون دهنده رویارویی با احساسات منفی و ترس‌های ناخودآگاه باشه و به معنای هشداری برای مراقبت بیشتر از خود و اطرافیان باشه. این خواب میتونه نماد وجود خطرات پنهان یا تهدیدهای ناشناخته‌ای باشه که باید بهشون توجه کنید و باشون روبرو بشید. تعبیر خواب مار سیاه با خال سفید. دیدن مار سیاه با خال سفید تو خواب میتونه معانی چنگانه و پیچیده‌ای داشته باشه که نیازمند تفسیر دقیقه. ما رو به طور کلی نماد خرد، باروری و قدرتن و میتونن به معنای نوزایی، تحول و تغییر باشن. رنگ مشکی هم تو خواب معمولاً با رمز و راز و ترس و تغییرات بزرگ در پیونده.
در حالی که رنگ سفید نماد پاکی و بیگناهی و روشنیه، ترکیب این دو رنگ میتونه نشون بده که تضادها و تعادلهایی در میون هستن. مار سیاه با خالای سفید میتونه نمایانگر بودن تهدیدها و مشکلات پنهان باشه که نیازمند توجه و دقت بیشتر. این خواب شاید نمادی از یک بحران معنوی یا چالش جدی باشه که شما باش روبرویید و نیازمند تعادل بین جنبه‌های مثبت و منفی زندگیتونه. تو اسطوره و فرهنگ‌های گوناگون مارا نماد وسوسه، دانش ممنوعه و قدرت‌های شفابخشن. دیدن مار سیاه با خالای سفید میتونه اشاره به وسوسه‌ای باشه که در حال تجربه اونا هستید و نیازمند تصمیم گیری و اقدام مناسبید. این خواب همچنین میتونه به تغییرات و نوسازی تو زندگی شما اشاره داشته باشه. ممکنه این خواب نشون دهنده این باشه که شما در حال گذر از دوره‌ای در زندگی خودتون هستید و نیاز دارید که با اعتماد به نفس و آگاهی با چالش‌ها مقابله کنید. توجه به جزئیات خواب و احساسات خودتون نسبت به مار میتونه به تفسیر دقیق و کاملتر کمک کنه و بینش ژرف‌تری نسبت به موضوع این خواب به شما بده. تعبیر خواب مار سیاه برای دختر مجرد. تعبیر خواب دیدن مار سیاه برای دختر مجرد میتونه نشون دهنده وجود تغییرات بزرگ و تحولات در زندگیش باشه. مار سیاه نمادی از رمز و راز و ترس‌ها و چالش‌های پنهانه که ممکنه این دختر در زندگیش باشون روبرو باشه. این خواب میتونه هشداری برای اون باشه که با دقت بیشتری به موقعیت‌ها و روابط اطراف خودش توجه کنه و از تصمیم‌گیری‌های شتاب زده پرهیز کنه. همچنین ممکنه نشون دهنده نیاز به روبرویی با ترس‌ها و موانع درونی باشه که از پیشرفت و بالندگی شخصیش جلوگیری میکنه. تعبیر خواب مار سیاه در خانه پدری میتونه نمادی از یک رویداد غیر منتظره و شوکه کننده باشه که تو زندگیتون ممکنه رخ بده. این رویداد هم بیگمان ناخوشاینده، اما اگر زمینه خوابتون احساس کردید که مثبته، احتمالاً اون رویداد غیر منتظره رویداد خوشایندیه برای شما. حضور مار در خانه پدری میتونه نشان دهنده مسائل پنهانی یا مشکلات خانوادگی باشه که نیاز به توجه دارن. همچنین این خواب میتونه نمایانگر تغییرات بزرگ یا آغازهای نوین در زندگیتون باشه. اگر از دیدن مار در خواب احساس خوبی داشتید، میتونه به معنای خوششانسی و خوشبختی باشه. به طور کلی تعبیر خواب مار سیاه در خانه پدری بستگی به زمینه‌های فرهنگی، روانشناختی و شخصی شما داره که میتونه به تحولات و نیاز به مواجهه با مسائل پنهان اشاره کنه. تعبیر خواب مار سیاه در گورستان میتونه نمایانگر ترس‌ها و نگرانی‌های شما در مورد تغییرات بزرگ یا پایان دهنده در زندگیتون باشه. مار سیاه نمادی از مسائل پنهان، وسوسه‌ها و خطرات زیرزمینی و رنگ مشکی هم میتونه به احساسات منفی و رمز و راز و ترس از ناشناخته ها اشاره کنه. گورستان به عنوان نمادی از گذشته و چیزهایی که پشت سر گذاشتید میتونه بیانگر احساساتی از اندوه و سوگواری برای از دست دادن‌ها و تغییرات در زندگی باشه. مار سیاه در این محیط ممکنه نشون دهنده یک بحران معنوی یا نیاز به تغییر و تحول در زندگی باشه. چکیده این که دیدن خواب مار سیاه در گورستان میتونه نشونی از نیاز به پذیرش و مواجهه با مسائل پنهان و تغییرات اجتناب ناپذیر در زندگیتون باشه. تعبیر خواب مار افعی سیاه میتونه نشان دهنده بحران معنوی یا مواجهه با وسوسه‌های جدی باشه. رنگ مشکی مار اشاره به ترس‌های ناشناخته، احساسات منفی یا تغییرات مهم در زندگی داره که ممکنه نمایانگر خطرات پنهان، افراد فریبکار یا شرایط ناخوشایند باشه. به طور کلی خواب مار افعی سیاه بیانگر نیاز به روبرویی با ترس‌ها و دگرگونی‌های درونی و بیرونی از شماه. این خواب ممکنه نشون دهنده خطرات پنهان یا تحولات عمیق در زندگی شما باشه که نیاز به دقت و احتیاط داره.
تعبیر خواب مار پایتون سیاه. پایتون نماد قدرت و توانایی پیروزی بر موانع است. حضور پایتون سیاه تو خوابتون میتونه نشون دهنده وجود نیروهای توانمند و گاه خطرناک در زندگیتون باشه که شاید مثبت یا منفی هستن. این خواب همچنین ممکنه به بحران‌ها و تغییرات عمیق اشاره داشته باشه که نیاز به مدیریت و کنترل دارن. به طور کلی خواب مار پایتون سیاه بیانگر نیاز به روبرویی با نیروهای قدرتمند و ناشناخته تو زندگیتونه و ممکنه به تغییرات عمده و چالش‌های مهمی اشاره داشته باشه که نیاز به توجه و دقت شما داره. کفش مار یا مار کبرای سیاه در خواب نماد جنبه‌های پنهان و ناشناخته زندگی شمایی که ممکنه در بردارنده خشم، شهوت، بی‌باکی، قدرت و دانش باشه. رنگ مشکی نشون دهنده رمز و راز و احساسات منفی ناخودآگاه. این خواب میتونه به شما نشون بده که باید با جنبه‌های تاریک خودتون روبرو بشید و اونا رو بشناسید. مار کبرای سیاه همچنین نماد قدرت و دگرگونیه که میتونه نشون دهنده نیاز به تغییر نوسازی در زندگی شما باشه. اگر در خواب از سوی یک مار کبرا نیز زده شدید، میتونه این خواب نشون دهنده روبروی شما با مشکلات و جنبه‌های منفی زندگیتون باشه که آسیب زیادی به شما نمیرسونه و شما میتونید در برابرشون مقابله کنید. خواب دیدن مار سیاه برای زن باردار میتونه نمادی از تغییرات و تحولات دوره بارداری باشه. این خواب ممکنه به خطرات پنهان و هشدارهایی درباره مشکلات احتمالی اشاره داشته باشه. رنگ سیاه با ترس، اضطراب و اندوه در پیونده که ممکنه بازتاب نگرانی‌های زن باردار باشه. بر پایه تفسیر فروید، مار میتونه نماد تمایلات جنسی و نیازهای زن باشه. از نظر مذهبی فرنگی مار سیاه نشانه بدی و شرارت و هشداری برای مشکلات آینده تلقی میشه. به طور کلی این خواب ترکیبی از نشانه‌های تغییر، هشدارها و تأثیرات احساسی و معنویه. خواب مار سیاه پادار نمادی از تغییر و تحول. این خواب نشون دهنده گذر از یک دوره به دوره دیگه‌ای در زندگیه. پاهای مار مسیر شما رو در زندگی نشون میده و مار نیز نماد چالش‌ها و موانعی که در این مسیر باهاش روبرو هستید. ما رو به طور کلی نماد قدرت و خرد و توانایی‌های نوینن. دیدن مار سیاه پادار میتونه به معنای رشد و توسعه مهارت‌ها و توانایی‌های جدید باشه که در مسیرتان به کار میاد. همچنین ممکنه نشون دهنده اعتماد به نفس و کنترل بر زندگیتون باشه. دیدن مار سیاه با خط زرد در خواب میتونه نشان دهنده نگرانی یا عدم اطمینان درباره موضوعی تو زندگیتون باشه. این مار میتونه نماد خطرات یا چالش‌هایی باشه که پیش روتون قرار دارن. رنگ سیاه معمولا نماد قدرت و چالش‌ها و رازاست، در حالی که رنگ زرد اغلب به شادی و خوشبینی و خلاقیت اشاره داره. مار سیاه با خط زرد ممکنه هشداری درباره تصمیمات مهم یا مسیر پیش رو باشه که نیاز به دقت و احتیاط داره. اگر مار سمی باشه یا اندازه بزرگ داشته باشه، پیام خواب برجسته‌تر و اهمیت بیشتری داره و در مجموع این خواب نماد ترکیبی از خطرات و فرصت‌های موجود در زندگی شما که نیاز به توجه و ژرف‌نگری داره. دیدن تخم مار سیاه در خواب معمولا نماد دوره‌ای از رشد و تحولات شخصی. این خواب میتونه نشون دهنده آغاز یک دوره نوین با فرصتی تازه در زندگیتون باشه که نیاز به آمادگی برای تغییرات داره. تخم‌ها نشانه شروع و فرصتی مثبت هستن که ممکنه در آینده نزدیک براتون رخ بدن. مار سیاه که نماد قدرت و رازها و چالش هاست، بنابراین تخم مار سیاه میتونه نشون دهنده وجود چالش ها و خطراتی در مسیر زندگی شما باشه که نیاز به احتیاط و دقت در تصمیم گیری ها داره. همچنین ممکنه این خواب هشداری باشه که باید در هنگام روبرویی با وسوسه‌ها و تصمیمات مهم محتاط باشه. در مجموع تخم مار سیاه در خواب بیانگر آمادگی برای تغییر و تحولات، وجود و فرصت‌های تازه، همچنین نیاز به مراقبت و دقت در تصمیم گیری هاست.
خواب دیدن مار سیاهی که روی گنجه نشون دهنده ترکیبی از فرصت‌ها و چالش‌هاست. گنج در خواب نماد ارزش‌ها و چیزای با ارزشی که تو زندگی خودتون پیدا کردید یا آرزوی پیدا کردنشون دارید. مار سیاه که روی گنج قرار داره میتونه نماد خطرات پنهان و وسوسه‌هایی باشه که در مسیر رسیدن به این ارزش‌ها وجود داره. این خواب شاید به شما هشدار بده که با احتیاط و دقت بیشتری در روبرویی با فرصت‌ها و تصمیم‌های مهم عمل کنید. همچنین مار سیاه میتونه نماد قدرت و حکمت باشه که به شما کمک میکنه تا با چالش‌ها و موانع روبرو بشید و بهشون غلبه کنید. در مجموع این خواب بیانگر اینه که شما در آستانه کشف چیزی ارزشمند و مهم هستید. خواب دیدن مار سیاه روی تن شما نمادی از روبرویی با احساسات و انرژی‌های ناخودآگاه و پنهانه. مارا در خواب‌ها نماد تغییر، دگرگونی، وسوسه و خردن و بودنشون روی تن شما میتونه نشان دهنده تأثیرات ژرف و قدرتمندی باشه که بر زندگی شما میذارن. رنگ سیاه مار اشاره به رمز و راز و ترس و احساسات منفی داره که شاید درون شما پنهانه. این خواب میتونه به شما هشدار بده که با جنبه‌های ناشناخته و تاریک شخصیت خودتون روبرو بشید و از اونا برای رشد و دگرگونی شخصی استفاده کنید. همچنین ممکن نشون دهنده روبرویی با بحران‌های معنوی یا چالش‌هایی باشه که نیازمند توجه و مراقبت بیشتر از جانب شما. در نهایت این خواب بیانگر نیاز به دقت و احتیاط در روبرویی با مسائل پنهان و ناخودآگاه شما. با پذیرش و شناخت این جنبه‌ها میتونید به تحولات مثبت و نوسازی در زندگی خودتون دست پیدا کنید. بودن مار سیاه در رخت خواب شما نمادی از ترس‌ها و ناآگاهی‌های درونی شماست که به سطح هوشیاری شما راه پیدا کردن. این ترس‌ها میتونن به زمینه‌های گوناگون زندگی شما مربوط باشن و با احساساتی مانند ترس، اضطراب، سردرگمی و آشفتگی همراه باشن. سپاس از این که در این ویدیو با دریمگذار پارسی همراه بودید. در صورتی که ویدیو رو دوست داشتید میتونید اون رو لایک و پسند کنید و همچنین کانال دریمگذار پارسی رو سابسکرایب یا پانویس کنید. تا تعبیر خوابی دیگر، بدرود.